پسندازها در نظام بانکی کشور در سال 2020 17.2% افزوده 11.4 میلیارد سامانی را تشکیل نمود که این گواهی زیاد شدنی درآمد اهالی و اعتماد مردم به تشکیلات‌های قرضی میباشد. در همینجا من به شما با معلومات شما یک مسئله بسیار نازک و مهم را رسانداری هستم. در سال 2020 با سبب پاندемия یا کووید 19 میگویم مهاجران مهنتی ما با بیرون برآمدن نتوانستند. 80% بیرون برآمدن نتوانستند. همگی در مجموع از 460 450 به حساب میانه هر سال که با بیرون با کار میرفتند در سال 2020 همگی 111,000 بیرون برآمدند. یعنی من آنچه اشاره کرده استم در داخل کشور یعنی ما ذخیره امکانیات داریم که در آینده باز هم بهتر کار کرده شرایط کاری کارخانه‌های استحصالی مهیا کرده یا در ساحه کشاورزی مردم خود را پورا با کار تامین نماییم. پسندازها در نظام بانکی کشور در سال 2020 17.2% افزوده 11.4 میلیارد سامانی را تشکیل نمود که البته این باز بایست تکرارم شو میگویم اعتماد مردم هم به تشکیلات های قرضی خوبتر و بهتر بود. سال 2020 در نتیجه زحمت صادقانه مردم شریف تاجیکستان صاحبکاران سخاوت پیشه و دیگر شخصان با ننگ و ناموس در سراسر کشور 18,300 انشاءات 3 سالی اجتماعی و فرهنگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال به نشر گرفته شده که بیشتری آنها انشاءات ساحه‌های معارف، تندرستی و ورزش می باشند. بنیاد و با استفاده سپارده شده با همین را 10,000 جای نوی کاری مهیا کرده شد. با استفاده از فرصت به خورد و بزرگ تاجیکستان از جمله به صاحبکاران و شخصان سخاوتمند برای فعالیت صافدلانه به خاطر آبادی و پیشرفت وطن محبوبمان منتداری صمیمی بیان می‌نماییم. سال 2020 همچنین با رویدادهای بسا مهم و خاطرمان خود و تاریخ دولتداری ملی ما وارد گردید. در این سال ما جشن‌های 5500 سالگی سرازمی باستانی و 700 سالگی کمان خوجندی را در اساس قرار سازمان با نفوذ بین المللی یونسکو تجدید کردیم. همچنین با اشتراک فعالان خلقی عزیز ما سال گذشته دو چاره‌بینی بسیار مهم سیاسی یکم انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس‌های محلی وکیلان خلق و دوم انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در فضای صلح و آرامی ثبات کامل سیاسی و وحدت ملی برگزار گردید. وابسته به تحولات با سرعت جهانی امروزه و تاثیر منفی آنها حکومت مملکت را ضرور است که دایر به مقاومت به تهدید و بحرانها تشکل امکانیت و ذخیره‌های مالیوی بر رشد نگرانیده شده. تامین نمودن گوناگونسازی اقتصادیات، گسترش روند رقمی کنانی، دسترسی مالیوی و دستگیری صاحبکاری، حل مسائل اجتماعی اهالی کشور، آمادگی به پیامدهای تغییریابی اقلیم و گسترش به اقتصاد سبز فعالیت خود را تقویت بیشتر باشد. یعنی در شرایط زود تغییر یابنده و وضع شدتناک جهان معاصر ما باید قبل از همه به اقتدار و امکانیت‌های داخلی کشور تکیه کرده برای رشد استوار اقتصادی،
ҳифзи амнияти озқаворӣ ва ҳимояи саломатии шаҳрвандон боз ҳам бештар талош намоем. яъне кори намешагӣ нест, мешавад. ман поёнтар истода мегузорам. дар ҳамин гуна соли вазмин ва душвор мо чӣ гуна бо мардуми худ кору фаъолият кардем ва сабту сифати зиндагиро нисбат ба солҳои дигар анчи камтарам ки бошад хубтару беҳтар шудааст. дар ин сабаб пеш аз ҳама зарур аст ки дар соли 2021 истифодаи самараноки имконияту захираҳои мавҷуда ба кор андохтани ихтиёрҳои нав ва фаъол гардонидани иқтидорҳои амалкунанда ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ тақвият бахшида дар ин замина иҷрои нишондиҳандаҳои пешбинишуда хусусан доир ба афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи на камтар аз 7% ва ҳалли проблемаҳои рӯзмарраи аҳолӣ таъмин карда шуд. 7-8% бояд мо ҳар сол ба ҳисоби меона рушди иқтисодии мамлакатро бояд баланд бардорем. ман мефаҳмам ин кори осон нест. ҳам барои ҳукумат, барои тамоми сохтору мақомотҳои давлатӣ маҳаллӣ. вакилони муҳтарам, дар 7 соли охир ҳаҷми умумии даромади бюджети давлатӣ аз 14,6 миллиард сомонии соли 2014 то 23,6 миллиард сомонӣ дар соли 2020 афзоиш шуд. соли 2020 ҳиссаи хароҷоти соҳаҳои иҷтимоӣ дар ҳаҷми умумии хароҷоти бюджети давлатӣ ба 50% баробар гардид. با وجود این مسئله گزارش پورا با استانداردهای بین المللی حسابات مالیوی و نظام مبلغ‌زاری الکترونی از جمله نظام خرید الکترونی دولتی تا هنوز حل نگردیده است و ما در این سبک از طلبات زمانه قفا مانده ایستاده‌ایم. یک راهی پیشی راهی جلب سرمایه مستقیم خارجی анами нишондиҳанда аст. гузаштан ба стандартҳои байналмилалии молиявӣ ва аудити молиявӣ. тамоми ширкат, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо бояд ҳатман ҳаминро бошад. агар ин чӣ набошад, ягон институти байналмилалии молиявӣ, ягон сармоягузор ба ягон кас қарз ҳам наметиҳад ва сармоягузорӣ ҳам наметиҳад. با مقصد تنظیم مناسبت‌ها در سمت پیشبرد به حسابگیری محاسبی و جلب سرمایه مستقیم با وزارت‌های مالیه، صنعت و تکنولوژی‌های نو، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، کمیته انداز و دیگر مقامات نظارتی سپارش داده می‌شود که برای جاری نمودن استانداردهای بین‌المللی حسابات مالیوی و از اودیت هر ساله حتمی گذاشتن سوبیکت‌های دارای منفعت عموم و دیگر سوبیکت‌های خواجگیداری چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشند. حتما ما معین کرده ماده کار از چند میلیون بالا قرار قبول کردن در کار. صرف نظر کدام ساختار و مقاماتی دولتی است، خصوصی است، شخصی است، چی که نباشه. 1 میلیون است، 2 میلیون است، از 2 میلیون 3 میلیون بالا، 1 میلیون بالا سامان من در نظر دارم حتمی اودیت گذاشته. اینا معین کردنش در کار حکومت جمهوری تاجیکستان. اینا همه راضی نیست. نه همه، حتی ساختارهای مقامات‌های دولتی این شفافیت اقتصادی را معین میکنه. هر سایی کاری ده، هر ساختارهای مقامات‌های دولتی. قابل ذکر است که دارایی‌های نظام بانکی از 311 میلیارد سامانی سال 2000 با بیش از 26 میلیارد سامانی در سال 2020 رسانیده شدند. در سال سپری شده از جانب تشکیلات‌های قرضی به ساحه‌های گوناگون اقتصادی کشور قریب 10 میلیارد سامانی قرض داده شده است که نسبت به سال 2019 4.6% زیاد میباشد. عموما سال 2020 با اقتصادیات جمهوری تاجیکستان 15 میلیارد سامانی جلب کرده شده است.
باز الواتن ما زیاده از 70 میلیارد 70 لایحه با جلب 40 میلیارد سومون لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی را عملی کرده ایستادیم. اگر 40 میلیارد جمع کنیم این 55 میلیارد. باز در خود سال 2020 ما 10 لایحه‌های نوی دیگر سازشنامه به امضا رساندیم که در عملی گردیدن آن زیاده از 10 میلیارد، یعنی ما قریب 65 میلیارد یکی به اقتصادیات مملکت سرمایه هم داخلی هم خارجی هم سرمایه دولتی سفربر کرده ایستاده ایم. ولی این نشان دهنده برای رسیدن به هدف‌های رشدی کشور قانع کننده نیست. ذکر باید کرد که هنوز هم ناکفایه بودن حجم قرضی به ساحه اقتصاد ملی، نظام سوس اداره‌کنی کورپوراتیوی، زیاد بودن خف‌های عملیات و قرضی، باقی ماندن قرض‌های غیر فعال، کافی نبودن جلب سرمایه به نظام بانکی و تأسیس نمایندگی بانک‌های خارجی جهت بهتر نمودن مبلغ‌زاری کارخانه‌های 3 سالی از جمله کمبودی‌های میباشند که باید هر چیز زودتر برطرف کرده شود. از این لحاظ بانک ملی سندهای معیاری حقوقی دخلدار با در نظر داشت تجربه معاصر جهانی به طلبات مطابق ساخته روند اداره‌کنی کورپوراتیوی را در تشکیلات‌های قرضی مالیوی و تدریجاً افزایش دادن سرمایه آیین‌ناموی آنها را تامین نماید. آموختن در کار کدام بانک‌ها کدام سال تشکیل کرده شده است. سرمایه آیین‌ناموی اش در وقتی تشکیل کردن چی بود و حاضر چقدر است؟ این هم یک مانع رشد اقتصادی است. این هم بسیار نشان دهنده مهم است برای رشد و ترقیات اقتصادیات دولت. در این روند باید یکجا با تشکیلات‌های قرضی عاید به بهتر نمودن صفت دارایی‌های نظام بانکی، افزایش دادن پیشنهاد قرض‌های دراز مدت به صاحبکاران 3 سالی و فعال نمودن نظام ریتینگ ملی برای تشکیلات‌های قرضی و شرکت‌های سپرده تدبیرهای ضروری اندیشیده شد. بانک ملی و تشکیلات‌های قرضی برای نظام بانکی هرچی بیشتر جلب کردن سرمایه داخلی و خارجی، وسیع نمودن خدمت‌رسانی بانکی با راه اندازی تکنولوژی مالیوی اینواتسیونی و در این زمینه یکجا با وزارت اداره‌های داخلدار پورا جاری کردن عملیات غیر نقدی از جمله جهتی از بین بردن عامل‌های انسانی هنگام حساب برآورکنی پولی با اهالی همه چاره‌های ضروری را عملی نماید. بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری و صاحبکاری و جلب سرمایه مستقیم برای تأمین نمودن رشد استوار اقتصادی ملی یکی از سمت‌های اصلاح‌طلب سیاست اقتصادی ما به حساب می‌رود. بنابراین رهبران کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، دیگر وزارت و اداره‌ها، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وظیفه دارند که فعالیت خود را عاید به جلب سرمایه مستقیم، باز هم بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری و رشد صاحبکاری، خصوصا جهت جاری کردن رسمیات الکترونی بررسی و پیشنهاد اجازتنامه‌ها، حجت‌های اجازت‌دهی و سرتیفیکات‌ها برای فعالیت صاحبکاری و برطرف نمودن عامل‌های سوبیکتیوی در ایران گسترش دهند. به مقامات مذکور سپارش داده می‌شود که می‌باید به رسمیت دراری فعالیت سرمایه‌گذاری را در کشور توسط پوره جاری نمودن نظام الکترونی و رقمی عملی سازند و فعالیت مرکزهای خدمت‌رسانی را به صاحبکاران و سرمایه‌گذاران در شهر و ناحیه‌های کشور برآمونند. در شرایط کنونی رشد تکنولوژی‌های رقمی شرطی اساسی رقابتناکی اقتصادی به شمار می‌رود. تطبیق برنامه‌های قبول نموده ما برای گذشتن به این روند قانع کننده نیستند و ضرور است که چاره‌های به تشکل شرایط برای تقویت ساحه رقمی کنونی مساعدت کننده اندیشیده شوند. با مقصد تحکیم اساس‌های اینستیتوشنالی اقتصاد رقمی، رشد انفراساختاری،
اطلاعاتی و کمونیکاسیونی در تمام قلمرو کشور رقمی کنانی ساحه اقتصاد ملی و وسعت بخشی روند عملی نمودن حکومت الکترونی با حکومت مملکت و ساختار و مقامات داخلدار سپارش داده می شود که دایر به تأسیس دادن агенти инновация ва технологияҳои рақамӣ назди президенти тоҷикистон чораҷӯӣ намояд. илова бар ин бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармояи шаҳрвандон ба иқтисоди миллӣ пешниҳод менамоям ки соли ҷорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон авф бинобар қонунгардонии маблағҳо ва дигар дороиҳо гузаронида шавад.